بعد از تهیه دوره آموزش دستگاه‌های تصفیه‌آب میتونم یه سرویس کار بشم یا نه؟ تو دوره آموزش دستگاه تصفیه‌آب چه چیزایی یاد میگیرم؟ نصب و سرویس، تعمیرات و ارزیابی و شناخت مدار نقشه کشی انواع دستگاه خانگی، آشنایی با انواع قطعات، مونتاژ و دمونتاژ تصفیه‌آب، انواع دستگاه سبک اینلاین، هوزینگی و کیسی. همه اینها مجموعاً در یک پکیج آموزشی کامل برای شمایی که علاقه داری در 11 ساعت ویدیو با کیفیت تهیه شده و میتونی توی نرم افزار اثبات پلیر دیدن کنی و از سایت تهران تأسیسات تهیهش کنی. علاقه‌مندان به کارهای فنی به خصوص دستگاه‌های تصفیه‌آب این دوره رو میتونن تهیه کنن و به راحتی با پیگیری و پشتکار از این ویدیو به یک سرویس کار فنی واقعی تبدیل بشن.